یکی از افسانه‌های مشهور درباره ونوس، آفرودیت در اساطیر یونان، داستان سیب طلایی و آغاز جنگ تروآ که به زیبایی و قدرت تاثیرگذار اون اشاره داره. در جشن عروسی پلئوس و تتیس همه خدایان دعوت شده بودند، به جز اریس، الهه نزاع و آشوب. اریس که از این بی‌احترامی خشمگین شده بود، تصمیم میگیره انتقام بگیره. اون سیبی طلایی با نوشته بر روی اون به جشن میفرسته که میگفته برای زیباترین. این سیب باعث اختلاف بین سه الهه بزرگ شد: هرا، آتنا و ونوس. هر سه ادعا میکردن که زیباترین هستن و سیب باید به اونها تعلق بگیره. زئوس که نمیخواست بین الهه‌ها داوری کنه، این وظیفه رو به پاریس، شاهزاده تروآ میسپاره. پاریس در کوه ایدا زندگی میکرد. هر سه اله نزد اون میرن و تلاش میکنن تا اون رو متقاعد کنن. هر یک از اله‌ها به اون هدیه‌ای وعده میده. هر وعده میده که اون رو پادشاه قدرتمندترین سرزمین ها میکنه. آتنا قول میده که اون رو دانا و شکست‌ناپذیر در جنگ میکنه. ونوس به اون عشق زیباترین زن جهان، هلن اسپارتا رو وعده میده. پاریس که شیفته وعده ونوس شده بود، سیب طلایی رو به اون تقدیم میکنه و به اون لقب زیباترین میده. ونوس به وعده خودش عمل میکنه و کمک میکنه تا پاریس، هلن همسر منلاوس، شاه اسپارتا رو بدزده. این اقدام باعث خشم یونانیان میشه و اونها برای بازگرداندن هلن لشکری بزرگ رو تشکیل میدن. این ماجرا سرآغاز جنگ تروآ بود، یکی از بزرگترین نبردهای اساطیری که 10 سال طول کشید و با نابودی شهر تروآ به پایان میرسید.